امروز اومدیم با در واقع جلسه سوم دوره هوش مصنوعی. خب طبق معمول با اینترنت ضعیف وارد مرورگر گوگل کروم میشیم. خب بچه ها خاطرتون هست دیگه، ما می اومدیم اینجا سرچ میکردیم کلاب، برای مثال گوگل کلاب باز کنیم. سرعت متاسفانه طبق معمول پایینه و یه مقدار طول میکشه. ببینید سایت گوگل کلاب و شما هم میتونید فارسی سرچ بکنید گوگل کلاب، هم میتونید مثل من مستقیم collab.research.google.com رو سرچ بکنید که ما الان از این طریق داریم تلاش میکنیم که وارد بشیم. دیگه به صورت خیلی متاسفانه غیر معقولی گوگل کلاب داره در واقع اینترنت داره اذیت میکنه تو باز کردن سایت. بذارید من پاز کنم ویدیو رو، دوباره براتون میکنم، ریکورد ادامه میدم. فکر میکنم بالاخره تونستیم جوین شیم، وصل شیم. در واقع من به اینترنت بچه گوشیم وصل شدم و وصل شدیم خوشبختانه. خب بگذاریم از این قضیه. ببینید ما این پنجره مختلف اینجا رو معرفی کردیم قبلا. من نمیخوام نوتبوک جدید باز کنم، میخوام همون نوتبوک قدیمی که در واقع داشتیم کار میکردیم و با هم دیگه باز بکنیم. هم میتونیم برای مثال اینجا ببینیمش، آخرین در واقع کدی است که من گوگل کلابم باز کردم، اسمش هم اینو گذاشته بودم، ولی خب من فرض میکنم ندارمش الان اینجا. خب میایم توی بخش آپلود، بعد من میخوام از روی لپتاپ خودم برش دارم و آپلود بکنم، بارگذاری کنم. خب میام تو سیستمم فایل رو انتخاب میکنم، حالا هر جایی که سیو کردم و باز میکنیم. صبر میکنیم، میتونید درگ هم بکنید مستقیما. خب صبر میکنیم که این باز شه. یه مقدار با اینترنت گوشی بهتره اوضاع متاسفانه نسبت به وای فای که افتضاح بود. خب بگذاریم، ما راجع به این مسائل صحبت کردیم. بزنیم تا ما حرفای مقدماتی رو بزنیم، کانکت هم بشیم به گوگل کلاب. خب با این کدا فعلا کاری ندارم. ما اومدیم بچه به طور کلی گفتیم دیتا انواع اقسامی داره. خب یکی از سبک های دیتا، یکی از نوع های دیتا، یکی از اقسام دیتا بحث اعداد بود. نامبرز ها، اعداد دو نوع بودن، اعداد صحیح و اعداد اعشاری. اعداد صحیح اعداد رون دیگه، اعدادی که اعشار ندارن، صفر، مثبت ها، منفی ها. اعداد اعشاری ممیز دارن دیگه، حالا میتونه جلو ممیز صفر باشه، میتونه هیچ عددی نباشه. برای مثال 2=0 عدد اعشاریه از نظر ما توی پایتون. خب از اینا بگذریم، ما اومدیم اینا رو کامل توضیح دادیم بهتون، فرآیندهای ریاضی رو توضیح دادیم. اینم که گفتم به عنوان تمرین میتونید داشته باشین خودتون. و اینکه ما میتونیم بیایم سراغ بحث بولین ها. قبل از اینکه بولین ها رو بگم، اینجا یه داکیومنتیشن هم براتون گذاشتم، میتونید بازش بکنید. بله اینجا اینو میزنم و خب این داکیومنتیشن که از در واقع خود سایت پایتون هست، این فایل ما، این دایس ما، به این صورته که راجع به حالا مسائل مختلف مثل بولین ها و چیزهای مختلف به هر حال صحبت کرد. برای مثال بولین ها، عملیات های بولین 3 تا چیز هست: and, or و not. حالا من به اختصار راجبشون توضیح میدم که قضیه چیه. ببینید بچه ها، اصلا بولین از چی اومده؟ اگر من درست خاطرم باشه، بول از در واقع بولین از اسم شخصی اومده که اون شخص در واقع بول بود، پس بولین از اسم یک فرد اومده به نام بول. خب حالا میگه اپریشن، معنی عملیات های بولینی 3 تاست و در واقع یا و نات که منفی میکنه، نات مثل نقیص تو ریاضی میمونه. خب میگه که عملیات ما چیه؟ x or y. میگه که در واقع x یا y. خب بچه ها زمانی x و خب در واقع y درست هست که هر دوتا عبارت دو طرف درست باشن. بذارید من یک مثال ساده بزنم. خب برای مثال من میگم که میخوام 2 تا جمله خبری به شما بگم. x و y من 2 تا گزاره هستن. گزاره چیه؟ 2 تا جمله خبری. خیلی خودمون میگم 2 تا ادعاست انگار. خب حالا کاری نداریم فعلا ادعا درسته یا غلط، فعلا میخوام مثلا 2 تا ادعا 2 تا جمله خبری بگم. مثلا من میگم چه میدونم منچستر سیتی بهترین تیم دنیاست و رودری بهترین بازیکن دنیا، برای مثال. خب
حالا اگر هر دوتا اتفاق بیفته، حالا چه میدونم یه در واقع تیم خاصی یا چه میدونم یه مجمع خاصی بیاد هر دوتا یه چیزی که من گفتم رو تایید بکنه و یعنی ما فرض بزنیم که واقعا هم این اتفاق افتاده باشه، یعنی جفتش اگر درست باشه میتونیم بگیم که ریزالت ما، نتیجه ما چیه؟ درسته. ولی اگر حتی یکی از این دوتا جمله غلط باشه نتیجه غلطه. پس اگر x غلط باشه خب غلطه. اگر y هم غلط باشه به تنهایی کلا جواب ما غلطه. پس ببخشید من دارم اند رو میگم، روی اور وایستادم ولی دارم اند رو میگم که مثلا منچستر سیتی بهترین تیم دنیاست و نمیدونم اون موقع شاید هم چیز دیگه گفتم و الانم اصلاح میکنم اگر اون موقع اشتباه گفتم که بعید میدونم. پس من میگم منچستر سیتی بهترین تیم دنیاست و رودری بهترین بازیکن دنیاست. حالا اگر هر جفتش درست باشه کل جمله من درسته، یکیش هم غلط باشه جمله من انگاری دروغه. خب پس مثلا من میگم دمای هوا 50 درجه بود و باران آمد. خب حالا اگه دمای هوا 50 درجه بود ولی بارون نیومد انگاری من دروغ گفتم، یک جمله کذب گفتم. این از بحث اند. پس تنها در صورتی جواب این اند درست هست، ترو هست، ترو به معنای درست، بذاریم ببینم هست بله، ترو به معنای درست، فالس به معنای نادرست و غلطه. این از بحث اند. بحث اور، خب بچه‌ها بحث اور اینجوریه که یکی از این دوتا جمله خبری که از این دوتا گزاره هم درست باشه برای ما کافیه. برای مثال من میگم در شهر ما دریا یا جنگل وجود دارد. خب ما در شهرمان دریا یا جنگل داریم. اور همون معنی یا میده. خب حالا اگر واقعا در شهر ما دریا باشه، خب ما مگه جمله کذبی گفتیم؟ نه دیگه، به فارسی خیلی مشخصه. دارم میگم در شهر ما دریا یا جنگل وجود داره. خب حالا دریا بوده جنگل نبوده، اشکالی نداره که من دروغی نگفتم، جمله کذبی نگفتم. یا برعکسش دریا نبوده ولی جنگل بوده، خب بازم اوکی. پس اور اگر حداقل یکی از اون دوتا جمله خبری من هم درست باشن، صدق بکنن، میگیم بله کل جمله شما درسته به طور کلی. not منفی سازه، نقیض میکنه، برعکس میکنه. مثلا جمله x من، ادعای من، گزاره من، جمله خبری من اینه که چونم الان روز است. وقتی میگم not یعنی نه، منفیش کن. خب مثل لا عربی، مثل نقیض ریاضی، مثل نه فارسی. پس میگه برعکسش کن، میشه چی؟ خب شب است. چونم x جمله ما اینه که اعداد چونم چجوری بخوام بگم 5 از 2 بزرگتر است. برعکسش 2 از 5 بزرگتر است. الان میگن چی شد؟ 2 که از 5 بزرگتر نیست. من کاری ندارم جمله من غلطه یا درست، اصلا برای من مهم نیست. من دارم برعکسش میکنم، هر چی میخواد باشه. خب چه میدونم، میگم که چه میدونم هر جمله دیگه، رنگ مثلا چه میدونم پیراهن من آبی است. برعکسش میشه چی؟ نمیتونی بگی رنگ پیراهن من قرمز است که، یا بنفش است یا زرد است. میتونی بگی رنگ پیراهن من آبی نیست. وقتی x یعنی جمله ما اینه که رنگ پیراهن من آبی است، پس برعکسش میشه آبی نیست، نمیدونیم چه رنگیه. اینم از این. اگه x ترو بود ناتش بکنی میشه فالس، یعنی غلط. اگر x ما فالس بود، ارزشش، اعتبارش فالس بود یعنی غلط بود، برعکسش کنی میشه ترو و غیره. خب خلاصه اینجا میخواستم بگم کلی از این چیزا هست. این علامت کوچیک‌تره تو پایتون، علامت کوچیک‌تر مساوی و اینجوری نشون میدن. کوچیک‌تر یا مساوی، ببین less than کوچیک‌تر است، یا ایکوال مساوی. یعنی چی کوچکتر یا مساوی؟ همین یایی که ما میگیم توی ریاضی که اینجا این پایین میذارن اینجا میذارن. کوچکتر یا مساوی یعنی چی؟ مثلا من میتونم بگم 2 کوچکتر یا مساوی 6 است. درسته یا نه؟ بله دیگه. وقتی میگم کوچکتر یا مساوی 6، 2 کوچکتر از 6، بله. مساوی 6، خیر. یکی از دوتا جمله درست بود، پس به طور کلی درسته، چون من یا استفاده کردم بچه‌ها. یا
این علامت بزرگتر، این علامت بزرگتر مساویه، این علامت مساویه، اون مساویه، تنها علامت مساوی نیست. اگر یه دونه از این علامت ها داشت، میدونید به چه معناست؟ اینجا تو پایتون میخوندیم دیگه، مثلا همه اینا یه دونه مساوی داره. واسه همین من میگفتم اینو نباید بگین وای مساوی با 2.5، نه، میگفتم ما عدد 2.5 رو داریم، میذاریمش داخل یه باکس خالی به اسم وای، عملا 2.5 ما توی اون جعبه خالی که اسمشو، تو اون فضای خالی که اسمشو گذاشتیم وای. پس 2.5 رو حالا به اصطلاح باز یه خورده قشنگتر بگم، حرفه‌ای تر بگم، میگیم 2.5 رو قرار میدیم داخل وای، 2.5 میره تو وای. این اصطلاح باز قشنگترشه اینجوری بخوایم بگیم. 2.5 مساوی با وای نیست، یعنی وای برای خودش یه چیز جدا نیست، 2.5 یه چیز جدا که بعد این دوتا رو بیایم بگیم برابر هستند. خب دوتا برابری یعنی چی؟ یعنی ما داریم بررسی میکنیم که آیا مثلا سمت چپش، حالا هرچی هست، با سمت راستش واقعا برابر هستن، تساوی هست یا نه. مثلا اگر بگم 2 مساوی 2، بررسی میکنه که آیا عدد 2 با اون عدد 2 برابر یا نه، که بله، جواب میشه true. بله. میتونیم بگیم آیا 4 مساوی هست با 2 ضرب در 2؟ بله، true. آیا 6 مساوی هست با چه می‌دونم 1 به اضافه 10؟ فالس، غلط، معلومی نیست. این علامت تعجب و علامت تساوی کنار هم به معنای مخالفه، یعنی مساوی نیستن. میتونم بگم 2 علامت تعجب، علامت مساوی 6، یعنی 2 مساوی 6 نیست، 2 برابر 6 نیست. مثلا چه می‌دونم 1 علامت تعجب مساوی 100، یعنی 1 برابر نیست با 100. اینم از این موضوع. خب این برای خیلی چیزا هست، شما میتونید بیاین بخونین. حالا این اومده انواع چیزو مثال زده، انواع اعداد در واقع اینتیجر که من گفتم، اعداد صحیح، فلوت. ما فعلا با اعداد کامپلکس کار نداریم برای این لول و این دوره خودمون، هر جا نیاز شه ورود میکنیم. بحث جمع داریم، یه x به اضافه y میشه sum of x and y، جمع در واقع x و y. این در واقع دیفرنسشونه، یعنی تفاضل x و y. این در واقع پروداکت داریم میکنیم، داریم ضرب میکنیم دو تا عدد رو. این علامت تقسیمه و این علامت در واقع چیزه، تقسیم صحیح بعد از اشار رو حذف می‌کردیم. علامت در واقع ریمایندر باقی مانده است که گفتم بهتون، اینم که داره منفی میکنه و حالا الی آخر. ابسولوت که در واقع قدر مطلقه، بچه‌های نهم میدونن چیه، برای نهم به بالا. بقیه بچه‌ها هم خیلی خیلی ساده بگم، یک علامتی در ریاضی وجود داره که هر عددی که بهش بدیم رو مثبت تحویل میده. مثلا بگیم قدر مطلق یا ابسولوت ولیو، ابسولوت معنی انگلیسیشه. خب میگیم قدر مطلق عدد 6، خب 6 خودش مثبت خودش رو میده 6. قدر مطلق منفی 10، منفیشو میندازه مثبت 10 میده. قدر مطلق منفی 100 میشه مثبت 100. قدر مطلق منفی چه میدونم 123 میشه مثبت 123. قدر مطلق منفی 1.5 میشه مثبت 1.5 الی آخر. اینتیجر هم که حالا اینتیجر x یعنی عدد x هر چی بوده، بیا اینتیجرش کن، بیا صحیحش کن. اگه بگیم فلوت x یعنی در واقع x هر چی بوده، شما بیا فلوتش کن و غیره. بچه من نمیخوام همه اینا رو بگم، چون جلسه اولم گفتم، اگر خاطرتون باشه گفتم اگه من بخوام صرفا سینتکس رو به شما یاد بدم خیلی جلسه طول میشه، شاید 20 جلسه 3 ساعته من بتونم بهتون سینتکس یاد بدم 60 ساعت، ولی فایده ای نداره. من میگم بجاش مثلا توی چه میدونم 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت اصلا یاد میدم و بقیه‌شو میریم تو خود دل داستان یاد میگیریم. الان اومدم فقط این کاری هم که میکنم خیلی علاقه ای ندارم، فقط اومدم بهتون یاد بدم یک بار برای همیشه. این داکیومنتریایی که من رفتم در واقع لینکشو براتون آوردم، میخوام بگم شما میتونید برید بخونید و استفاده بکنید. حالا اگر مشکل چیز دارید، زبان انگلیسی دارید، میتونید فکر کنم حتی ترجمه بکنید برای مثال. ببینیم ترجمهش چجوری میشه، ترجمه میکنه نمیکنه. بله میتونید ترجمه هم بکنید. حالا مثلا یه قسمتی که ما خوندیم رو بیایم ببینیم، خب میشه فهمید به هر حال داره چیکار میکنه. آره میشه یه چیزایی رو فهمید. خب میتونید به هر حال ترجمه بکنید. البته من شخصا با چیز راحت نیستم، با ترجمه فارسی راحت نیستم، فکر می‌کنم برای من انگلیسیش بهتره. خب ببینید، به هر حال خواستم فقط بگم یه همچین کارایی میتونید بکنید. اینجا به هر حال یه سری
مثال و چیزای مختلف هم وجود داره که بخواین بررسی کنین که دیگه من این فایل رو با اجازهتون ببندم. ببینید اینجا بود پایان هر بخش یا شروع هر بخش من اومدم یه داکیومنتی براتون قرار دادم. خب از این بگذریم، اومدیم سراغ بحث بولینا. حالا من تو اون داکیومنتیشن تو اون داکیومنت راجع به بولینا اومدم توضیح دادم. پس بولین ها کلا اینه که یک جمله خبریه که دارای یک ارزشیه. برای ما اون ارزش مهمه که درسته یا غلط. پایتون true و false رو میفهمه، میدونه true به معنای درسته، false به معنای غلطه و املاش حتما مهمه که حرف اولش رو بزرگ بنویسین. اگر حرف اول رو کوچیک بنویسین نمیتون تشخیصش بده. بذارین تست بکنیم ببینیم درست میگم یا نه. فارسی دارم تایپ میکنم false، از قصد من حرف کوچیک نوشتم. میبینید بچه خوبیه مثلا یه سری محیط ها مثل false اینی اصلا نفهمی چیه. false is not defined، میگه نمیفهمم چی میگی. false چیه واسه خودت؟ فال نوشتم false. خب میبینید بازم نمیفهمه. احتمالا الان من روش وایستم مینویسه آره false is not defined، نمیفهمم چیه. و خب ما باید این مشکل رو براش حل کنیم. داستانش هم چیه؟ گفتم حرف اولش باید بزرگ باشه. الان به خوبی false رو شناخت، روش وای میستیم هیچ مشکلی اروری نمیده. پس در واقع ارزش true و false مهمه که حرف اولش رو شما حتما بزرگ بنویسید. خب ما اومدیم دو تا در واقع یه true تعریف کردیم، گذاشتیم داخل یه باکسی به اسم is day میخوام بگم مثلا روز است. خب یه جمله خبری، یه گزاره خبری، یه ادعا که روز است. خودمون هم جواب دادیم بله. البته تایمی که من دارم ویدیو ضبط میکنم شبه، ببینیم ساعت 12:44 AM. بله متاسفانه خیلی هم دیر وقته. خب و نمیدونم اون تایم قبلی که داشتم ضبط میکردم فکر کنم یه 3-4 ساعت قبلتر بود که پاز زدیم و اتفاق پیش اومد و اومدم دوباره ادامه بدم. خب به هر حال ببینید من دارم ویدیو رو سعی میکنم برسونم به هر حال زودتر به دستتون، به این دلیل که میدونم یه سری از بچه‌ها ممکنه همزمان با من ویدیو رو دنبال کنن و اگر دیر آپلود شه انگیزه‌شون از دست بدن یا هر چیزی. پس من ویدیو رو سعی میکنم به موقع برسونم به دستتون و شما هم حتما حمایت کنید، واسه دوستاتون بفرستید تو گروه درسیتون، مدرسه‌تون. جدا از اون دوره‌ای که من به صورت حضوری حالا دارم یا حتی مجازی دارم که حتی چون اون دوره غیر رایگان، جدا از اونها همین یک دوره خوبی خواهد بود و من قول میدم از همین الان که شما علاوه بر این دوره های پایتون ریاضی رو هم کمی باهاتون کار میکنم. ریاضی مورد نیاز هوش مصنوعی، نمیخوام فعلا وارد فاز ریاضی مدرسه بشم و از این موضوع حالا توی یه ویدیوهای دیگه برای بچه‌هایی که من در واقع شاگرد من خودم نبودم هم باید خودم رو جداگانه معرفی بکنم. ولی خب من این قول بهتون دادم که ویدیو ادامه خواهد داشت. خیلی 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 مباحث شما با من یاد خواهید گرفت و اصلا مهم نیست با یه هفتمید، هشتمید، نهمید، دهمید، یازدهمید، دوازدهمید یا حتی دانش آموز نیستید، چه می‌دونم 25 سالته، 30 سالته، ولی کلا هیچی از برنامه‌نویسی نمیدونی، دوره‌های من خیلی مناسبته. چون من دارم فرض رو بر این میذارم که دارم برای یه دانش آموز نمیدونم چند سال میشه 13-14 سالی یک کلاس هفتمه دارم درس میدم که ریاضی هم حتی بلد نیست. احتمالا متوجه شدین دیگه از سبک تدریس من میام خیلی مفاهیم رو حتی یاد میدم توی ریاضی مثل توان یا هر چیزی رو. پس واسه همه عملا مفیده، همه از سطح صفر میبرم سطح پیشرفته. با من ادامه بدین. من حتی میتونین سرچ بزنین اینا رو که ببینین چیان. من میخوام شما رو به سمت یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هم ببرم. ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ در واقع تعبیر میشه گفت. اگر این چیزایی که من گفتم رو دوست داشتین، به نظرتون خیلی خوبه، حتما کامنت بذارین. مثلا بنویسین یادگیری ماشین. خب برای من کامنت بذارین یادگیری ماشین، حالا چه به فارسی چه به انگلیسی. انگلیسی میشه ماشین لرنینگ، فارسی هم بنویسین ماشین لرنینگ اوکیه، یا میتونین فارسی بنویسین یادگیری ماشین که من بدونم تا اینجای ویدیو اومدی. خب و براتون ادامه بدم این داستانا رو. خب بریم ببینیم. مثلا من یه تعریفی هم به اسم is night، یه جمله مثلا یه ادعای جمله خبری دارم میگم شبه. خب که جواب میشه false دیگه. خب الان میگه تو شب داری ویدیو رو ضبط می‌کنی. ببینید بچه‌ها وقتی من is day رو تعریف کردم true، خب دیگه زایه است بگم is night هم true.
وقتی من اینجا دارم ادعا میکنم روزه، پس این که شبه رو دیگه باید تکذیب کنم. اینم به هر حال ما بزنیم رانش اجراش. این خطم با کنترل شیفت اینتر ران گرفتم. حالا میخوام بگم که شما بیا پرینت کن فقط فعلا اینو. خب پرینت کن چی و ایز دی رو. بچه ها ایز دی نیایید بگین آقای محمدی متنه چرا تو کوتیشن نذاشتی، چون مثلا قدیما x بود اوکی بود، 5 بود اوکی بود، ولی آقای محمدی ایز دی که داری مینویسی متنه، تو نباید متن رو اینجور بنویسی، بلکه باید بذاریش توی کوتیشن یا دابل کوتیشن. دابل کوتیشن این بود دیگه، کنترل این دکمه بغل اینتر، باید بگین که اینجوری is day. آقا اینجوری باید بنویسی. خب بچه این قطعا به ما ارور میده. خب دوام میگم ارور میده باشین، قطعا به جواب نمیرسیم. خروجی واسه ما مینویسه is day، همینو برای ما مینویسه. تست بکنیم. بله نوشت is day. خب معلومه مینویسه is day. بچه ها من دارم بهش میگم بنویس، وقتی اینو مینویسم این کوتیشن رو میذارم، یعنی دارم به پایتون میگم یک متنیو من داخل این کوتیشن بهت میدم، چونم دارم میگم پرینت کن یعنی چاپ کن یعنی نمایش بده، پس متن داخل کوتیشن رو عیناً مثل چه میدونم توتی برای من تکرار کن، هیچ تغییری توش هم نداری بدی. مینویسه is day. اصلا من وسطش ببینید اصلا این چرت و پرت مینویسم. خب بعد میگم اینو تایپ کن، همونو چرت و پرت رو عیناً تایپ میکنه. کار پرینت و تو پرینت در واقع تو پرانتزش کوتیشن یا دابل کوتیشن بذاریم دقیقاً همینه. پس ما این کار نمی‌کنیم. is day رو بدون کوتیشن میذاریم. چرا بچه؟ is day متغیر است، یعنی یک باکسی بوده، یک فضای خالی بوده. این فضای خالی میتونن عدد بگیرن، میتونن متن باشن، میتونن هر چیزی باشن و وقتی ما اینو بزنیم باید تو کوتیشن نباشه که الان باید به ما بده چی؟ true. میگه نمایش بده is day رو. پیش خودش فکر میکنه تو حافظش is day چیه؟ میگه is day یه چیزیه که من که true بوده، من هم میدونم true یعنی درست. خب و میاد واسه من تایپ میکنه درست. یکی ممکنه بگه آقا محمدی میشه اینجا متنم بنویسی؟ آره میتونم اینو تو کوتیشن بذارم، اصلا بذار تک کوتیشن بذارم همینجوری الکی. خب می‌نویسم hello. الان به نظر شما اگه من این دو سه خط رو اجرا کنم چی میشه؟ is day رو اول حفظ میکنه، جمله hello. خب یک جمله به اسم hello، بعد وقتی میگه پرینتش کن is day رو میگه is day چی بود؟ is day یه جمله بوده به اسم hello، همون جمله رو چیز میکنه، تایپ میکنه در واقع برای شما پرینت میکنه. چرا؟ چون توی کوتیشن یا دابل کوتیشن، هر چی تو کوتیشن یا دابل کوتیشن باشه همون برای ما عیناً پرینت میشه. بچا true یادتون باشه باید با حرف بزرگ باشه وگرنه نمیفهمتش. ببینید رنگش آبی شد و الان اوکیه. ببخشید. خب اوکی، اینم از این. خب پس دوباره میریم true رو، بله true رو گرفتیم. حالا میتونیم این کار قشنگ‌تر هم بکنیم. میتونیم اینجوری مثلا خروجی گرفتیم نمیفهمیم true چیه اصلا، یهو من کل کد رو بذارین اجرا کنم کل کد. خب خطای بعدی قشنگ مشخصه جمله نوشتم، ولی این true چی؟ true چی بوده؟ واسه اینکه حرفه‌ای‌تر باشه قشنگ‌تر باشه من میگم بیاین واسه خودمون بنویسیم که اصلا ما دنبال چی هستیم. ما میخوایم ببینیم آیا متغیر is day ما در واقع جوابش چی بوده. پس یه دابل کوتیشن میذارم، سوالی مینویسم، میخوام ببینم آیا روز بوده، مینویسم is it، نم کوچیک کنم is it در واقع day، میگیم روزه، علامت سوال میذاریم، از کوتیشن یا دابل کوتیشن خارج میشم، یه و میذارم، یه فاصله به خاطر خوشگلی که فاصله بیفته تو جواب، یعنی نچسبه جواب بهش نچسبه، یه فاصله بیفته. بعد مینویسم اسم متغیرمون رو، اسم اون باکس خالیمون رو، اسم اون جعبمون رو که is day بوده. خب حالا میام این 4 خط رو با هم دیگه فقط همین 4 تا رو اجرا میکنم. is day رو میره حفظ میکنه میگه true بوده، is night رو حفظ میکنه false بوده، میگه print کن جمله is it day یعنی در واقع روزه و جوابش رو اینه، این متغیر جوابش رو که داره true. بله میگه print کن نمایش بده این دقیقاً متن، این متن رو نمایش بده is it night آیا شبه و جواب رو بنویس جلوش با یه فاصله، یه فاصله بده، این فاصله است
یه فاصله بده، بعد جواب رو بنویس. is night رو بنویس. is night میری خونه پیش خودش میگه چی بوده؟ تو حافظه‌ام دارم false، حالا به معنای غلط، بعد میگه false. خب بریم سراغ حالا مقایسه ها. ما میتونیم مقایسه ها رو انجام بدیم. کامنت هم که دیگه توضیح دادم. میگم پرینت کن جمله is 5 greater than 3. دارم میگم آیا 5 بزرگتر از 3 هست؟ علامت سوال. این متن رو بنویس خب و جواب بده که چه میدونم و جواب خودش باشه 5 بزرگتر از 3 هست نه، چون میفهمه. بچه ها ببینید، بزن اینجوری بگم. مثلا من میگم پرینت کن 5 بزرگتر از 3. بچه دقت میکنید من فاصله میذارم، اینجوری نمینویسم. مثلا یکی اینجوری میشه خب خیلی زشته، یا یکی این ورش مثلا فاصله نمیذاره خب خیلی بده. شما اینجوری میکنه، اصلا دیگه این عمق فاجعه است. چون وقتی کدت زیاد میشه و چشم ما اذیت میشه اینقدر بخواد همه چی رو تو هم ببینه، پس بهتره که ما فاصله ها رو رعایت بکنیم. یکی هم هست دیگه اینجوری میکنه که به نظرم این دیگه زیاده رویه. خب این دیگه بچه‌ها خیلی زیاده رویه، نمیخواد دیگه مثلا اینجاها هم فاصله بندازین، به نظرم حرفه‌ای نیست. حالا چیزایی که من میگم، من عرف دنیا رو میگم دیگه، کدایی رو که من میخونم، چه در واقع دوستان برنامه‌نویس ایرانی چه خارجی دنبال میکنیم، همه تقریبا از یه عرفی پیروی میکنم. خب من همین تنها رو بخوام پرینت کنم، جواب به من باید بده true یا false. چرا؟ چون من یک ادعا کردم. ادعام هم اینه که 5 بزرگتر از 3 هست. این ادعای منه، میتونه درست باشه، میتونه کذب باشه، غلط باشه، دروغ باشه. این فقط ادعای منه. من وقتی میذارم پرینت کن یعنی دارم یک بولین نوشتم، یک گزاری بولیانی نوشتم و جواب میده. حالا مثلا من میگم 5 بزرگتر یا مساوی 3 است، اونو که داد true، اینم باید بده true. من نمیگم 5 مساوی 3، دارم میگم 5 یا از 3 بزرگتر است یا برابر است. اگر وقتی من میگم یا، اگر یکی از دوتا ادعای من هم درست باشه کافیه. حالا میخوام برعکسش رو بگم، 5 کوچکتر یا مساوی 3 است. خب غلط دیگه، 5 از 3 کوچکتر نیست، مساوی هم نیست. وقتی یا میگم یکیش حداقل باید میبود دیگه، که الان هر جفتش غلطه. کنترل شیفت اینتر رو میزنم، میگه چی؟ name rent is not defined. rent چی؟ آها ببینید پی رو نگرفتم، پی رو تو در واقع کل خط نگرفتم. حالا اینجوری بگیرم زد فالس. بله خب چون ما میدونیم که 5 با 3 برابر نیست. یا مثلا میگم 5 علامت تعجب مساوی 3، دارم میگم 5 برابر نیست با 3. خب قطعا باید به من true بده. این خلاصه بولیانه، خواستم اینو بهتون بگم. خب true داد. پس من میتونستم اینجا طبق معمول این متن رو ننویسم کلا. بچه‌ها من میتونستم این متن رو ننویسم، بگم 5 بزرگتر از 3 هست، باید به من میداد true، که ببینیم چی میشه. بله دوباره اینترنت ما داغان شد. خب کاری نداریم، این که میده true بذاریم من، بله تموم شد، این میده true، من برگردم به حالت قبل. خب حالا من میخوام متنم بنویسم که قشنگتر شه. true خالی چیه؟ خیلی بده. is 5 greater than 3 ما میتونیم فارسی هم بنویسیم. من فارسی رو سعی کردم اینجا از قصد توی خود کد ننویسم، چون هم حرفه‌ای نیست، هم زشت میشه، هم ترکیبه. یه جاهایی من مجبور بودم متن فارسی و فرمولای ریاضی رو ترکیب میکردم، خوب در نمیاد، یعنی قاطی در میاد. احتمالا همتون تا حالا توی فایل ورد یا هر جای دیگه، حالا اگه اینجا نه، متن فارسی و انگلیسی رو با هم نوشتین یا با گوشتون تایپ کردین، دیدین بد میفته، حرف انگلیسی کلمه انگلیسی میره اول خط آخر خط بد در میاد. حالا استثنا این یه جا می نویسم چون تو این جمله بعید میدونم مشکلی پیش بیاد. مثلا می‌نویسم آیا عدد 5 از 3 بزرگتر است. خب حالا علامت سوال میره اونور، نه نرفت خدا رو شکر. اینو بریم برای چیز. میگه آیا عدد 5 از 3 بزرگتر است. حالا خب true که دیگه نمیتونیم بهش بگیم بنویس غلط یا درست، چون بچه‌ها
پایتون اینجا تو حق نداری فارسی بنویسی مثلا درست. خب نمیفهم اصلا، این رنگی نشد. من همین الان بگم اجرا کن قطعا نمیفهمه، ارور میده. همون خطو میگه name درست، یعنی در واقع اسم درست، کلمه درست is not defined، نمیفهمم چیه. پس اصلا اینجا نمیشه. فارسی و فقط 2 جا میشه نوشت، بعد از هشتگ که هر زبونی بخوای بنویسی میشه نوشت، علامت چه میدونم فارسی انگلیسی مهم نیست، و داخل این کوتیشن ها دابل کوتیشن ها میشه نوشت. خارج از اینا متاسفانه نمیشه. خب پس اونو برگردیم به حالت قبل که من اینو تا اینجا اجرا کنم، در واقع کنترل شیفت اینتر رو بزنم تو اون مشکل ما حل شه. اولی که این پرینت کرد میگه is it day که درست شد، is it night که فالس شد، غلط شد. اینم پاک کنم، خودم اضافه نوشتم که true بود جوابش. و اما اینجا میگه آیا عدد 5 از 3 بزرگتر است، که جواب داده چی؟ جواب اینه. بررسی میکنه، اگر درسته میده true، که درسته داده true. اصلا رو مخمه عوضش کنم، خیلی بده. فارسی این وره، یهو جواب میبینین، یهو جواب این وره. بذارین من اینو چیز کنم، پاک کنم، عذر میخوام ولی خیلی رو مخمه. ای بابا، میبینید چه مشکلاتی داره. حالا چه میدونم آدم نمیدونه از این ور باید پاک کنم یا از اون ور برم پاک کنم. خب بنویسیم فارسی که نه is 5 greater than 3. خب میگیم که آیا 5 بزرگتر از 3. دوباره اجراش میکنیم، این متنمون نمی‌نویسیم و حالا 5 بزرگتر از 3 که میگه بزرگتر از 3 5. بعد میگه بله. بعدی میگه آیا 4 در واقع is 4 equal to 4، میگه آیا عدد 4 برابر است با 4. 4 2 تا مساوی. برای بررسی کردن این که 2 تا چیز با هم برابرن از 2 تا مساوی استفاده میکنیم. یه مساوی که میذاریم انگار باید یکی باشن، یعنی چون ما داریم به زور فالس رو میندازیم توی مثلا is not. خب چه میدونم مثلا بخوام بگم بهتون 3 رو داریم به زور اختصاص میدیم به x، یعنی داریم میگیم که یه فضای خالی داریم به اسم x، 3 رو باید بذاریم توش. این به این ترتیبه. ولی 2 تا مساوی یعنی بررسی میکنه که آیا داریم درست میگیم یا نه، بولیانه دیگه. بعد میگه که بررسی کرده، سوالمون رو تایپ کردیم و جواب داده true. بعدی میگه نشون پرینت کن، نمایش بده این جمله رو. اول این جمله رو مثل توتی بنویس. It's 5 less than or equal to 2. میگه آیا عدد 7 کمتر از یا مساوی با 2. 7 آیا کمتر یا مساوی 2؟ یا بچه ها 7 کمتر از 2 نیست، ولی 7 در واقع ولی که نداریم و 7 مساوی با 2 هم نیست. با اینکه یا بود ولی چون هر 2 تا جملهش غلط بود، حتی یکیش هم درست نبود، پس باید به ما فالس بده و بله میبینیم فالس میده. خب بریم بعدی. میگه ترکیب 2 شرط در واقع و یا. ما x رو در نظر میگیریم 10. کنترل شیفت اینتر رو بزنم، خط به خط دارم اجرا میکنم. خب x 10. دوباره بچه‌ها مثل همیشه خیلی قشنگه، روش وای میستم مینویسه x اینتیجره، به اختصار مخفف اینت، یعنی عدد صحیحه و مقدارش هم 10. حالا میگه پرینت کن این جمله رو. جمله چیه؟ جمله اینه که x بزرگتر از 5 و x کوچکتر از 15. 2 تا جمله رو با هم ترکیب کرد، یعنی انگار 2 تا ادعا رو با هم ترکیب کرد. خب میگه که من تو داکیومنتیشن بهتون یاد دادم دیگه. اند میگه یعنی و میگه اگر جفتش درست بود جواب میشه درست، در غیر این صورت میشه غلط، یعنی داری دروغ میگی. x آیا بزرگتر از 5؟ خب حالا x من چنده؟ x من 10. 10 بزرگتر از 5؟ بله تا اینجا خوبه. و x من کوچکتر از 15. x من چنده؟ 10. از 15 هم کوچکتره. بله چون این ور بله این ورم بله، پس کلش هم بله. ببینید x من از 5 بزرگتره و x من از 15 کوچکتره. اینو بررسی میکنه ولی اینو مثل توتی مینویسه، چون این تو کوتیشنه این نیست. وقتی تو کوتیشن نیست میره از حافظش کمک میگیره. پس من این خط رو هم با اجازهتون اجرا کنم ببینم چطور میشه.
فکر میکنم صدام هم کمی امشب گرفته، عذرخواهی میکنم بابتش اگر اینطوریه. خب این عین جمله رو نوشت x بزرگتر از 5 و x کوچکتر از 15 دو نقطه، دقیقا اینو نوشت و جواب هم یه فاصله اینجا گذاشتیم که فاصله اینجا افتاد خوشبختانه و بعد جواب داده true. بله دیگه، من به صورت دستی و ریاضیوارم ثابت کردم میشه درست. بعدی میگه پرینت کن عین این جمله رو. خب اینو پرینت میکنه، کاری نداریم و حالا بیایم بررسی کنیم. x از 5 کوچیک‌تره، x 10 حفظ خودش که x 10. خب 10 از 5 کوچیک‌تره، خیر تا اینجا غلط. یا وقتی میگه یا یعنی یکی از دو طرف جمله هم درست باشه کافیه. یا x برابر با 10. آیا x برابر با 10؟ بله، این ورش درسته، این ور تروه، اما این ور فالسه. خب وقتی یه ور درست یه ور غلط و من دارم تو جمله یا میگم، چی میشه کل جمله؟ پس کل جمله روی هم دیگه میشه درست. احسن. وقتی من میگم که چه میدونم رنگ لباس تو آبی یا سفید است، مثلا من هنوز ندیدم، تو از من پرسی به نظرت من چه رنگی لباس پوشیدم، من میگم به نظرم آبی یا سفید پوشیدی. حالا اگر آبی پوشیدی آیا حدس من غلطه؟ نه دیگه، درست گفتم. اگه سفید پوشیدی چی؟ خب درست گفتم دیگه، همزمان که نمیتونی جفتشو بپوشی. اگر چیز دیگه کلا پوشیدی من غلط گفتم. خب حالا این از این تفاوتش با و چیه؟ تفاوتش اینه که مثلا من میگم تو پیراهن آبی و مثلا چه می‌دونم شلوار مشکی پوشیدی، پیراهن آبی و شلوار مشکی. حالا اگه پیراهنت مثلا قرمز بود شلوارت مشکی بود، من اشتباه گفتم، چون وقتی میگم و باید عین جمله درست باشه. خب بریم سراغ بعدی. برای معکوس کردن، برعکس کردن، منفی کردن، نقیض کردن یا حالا هر اصطلاح دیگه در هر زبانی بلد هستید، ما از not استفاده میکنیم. وقتی من گفتم مثلا is night شبه، جواب داده بودم چی؟ false، یعنی شب نیست. ولی میگم تو برعکس جواب بده. خب اصلا مسابقه است، هر چی واقعیت تو باید برعکس جواب بدی. و مثلا من اینجا به این برنامه گفتم is night غلط، یعنی شب نیست. ولی وقتی بهش میگم برعکسش کن باید بگه شب هست. پس وقتی ازش پرسم is night باید چی بگه؟ باید بگه بله، باید بگه true. ببینیم چی پرینت میکنه واسه ما. میگه بله it is night، تو که متن سوالیه میگه شبه، جواب باید بده برعکس، یعنی باید بگه true. چون گفتم not اگر در واقع به صورت اولی اگر true باشه not بیاریم پشتش میشه false، یعنی غلط. اگر در کل خودش غلط باشه not بیاریم پشتش میشه true به معنای درست. من یک بار دیگه با در واقع شیفت اینتر کل این قطعه کد رو اجرا میکنم. یک تمرینی هم ما اینجا داریم که حالا خواستم بزنم بر خودتون، ولی خب یه کوچیک بررسیش میکنیم. میگم مثلا من یه چیز دارم، فضایی دارم، اسمش رو میذارم تی، هر اسمی که دوست داری میتونی بذاری. خب یه متغیر به اسم تی. گفتم متغیرها رو حالا هی کم کم بیشتر میگم و هنوز ممکنه یه جاهایی متوجه نشی. مثلا اینجا مینویسه کلاس، متوجه نشی کلاس چیه. من اینجا میگم متغیر، نفهمی متغیر چیه. اینا انقدر تکرار میشه میفهمی. من این قول رو بهت میدم که شما جلسه اول شاید خیلی یاد نگیری، میری جلسه دهم تازه میفهمی چونم 4 جلسه اول چی بوده، میری جلسه 20 میفهمی 10 جلسه اول چی بوده. بچه‌ها پروسه یادگیری همینه. من دیگه لیسانسم آموزش ریاضی بودم. خب پروسه آموزش لرنینگ رو بلدم. ارشد دیتا ساینس خوندم، علوم داده خوندم. باید به صورت مصنوعی در واقع ما تو فضای دیپ لرنینگ یادگیری عمیق اون شبکه عصبی مصنوعی رو ایجاد بکنیم. یعنی باید بفهمیم که پروسه یادگیری روی مغز به طور واقعی چیه که بتونیم در واقع اون شبکه مصنوعی رو بسازیم، بتونیم ایجاد بکنیم. به همین حالته که پروسه لرنینگ رو یا یادگیری رو میدونم چجوریه و اعتماد بکنیم به جمله من. خب و کم کم میفهمید. اصلا نگران نباش. حتی اگر داری به نظر من 20% 30% اطلاعاتی که من میگم رو میفهمی، 20 واقعا کافیه، 30 زیاد گفتم. اگر 20% چیزایی که من میگم رو میفهمی عالیه، حتی 10%.
یعنی 10-20% واقعا عالیه، اصلا نگران نباشید. خب بگذاریم. داشتم میگفتم تی یه متغیریه، یه فضای خالیه که اسمشو بی خود گذاشتم تی. حالا چه اسمی میشه گذاشت کم کم عادی میشه برامون و من بعداً سر جاش به موقعش میگم، چون نمیخوام همین الان اطلاعات بی خود بدم ذهنت شلوغ شه. به همین بنز کافی همین الانش هم کلی اطلاعات بد دادم. خب تی و من داریم راجع به بولیان حرف میزنیم دیگه. ترو در نظر میگیرم تی یه جمله خبریه، اسمش هم همینجوری الکی گذاشتیم تی، جوابش هم رفتیم بررسی کردیم درست بوده. یه جمله خبری داریم به اسم f، خب و رفتیم بررسی کردیم ارزشش غلط بود، یعنی واقعا جمله بیراهی بود. خب حالا میگم بیا پرینت کن برای من تایپ تی رو، جنس متغیر تی، تایپ میشه جنس دیگه به معنای فارسی. بذارین اصلا ببینم اینجا هوش مصنوعی که من دارم معنی تایپ رو چی به ما میده. نیاورد. میخواستم ببینم معنی تایپ چی میده که مهم نیست. خب میشه همون جنس، نوع، سبک، نمیدونم واقعا بعضی کلمات چه معنی بهتره بخوایم بگیم. خب میگه تایپ x چیه، تایپ t چیه. بچه‌ها t چیه؟ t میریم میخونیمش. اگه عدد بود بررسی میکنیم که چون عدد ما عدد صحیحه که میگیم اینتیجر، اشاری بود میگیم فلوت. تا اینجا اینا رو خوندیم. خب میگیم نه دیگه true، جوابش میشه true که عدد نیست. بعد میگیم خب ما یه چیزی خوندیم به اسم بولیان کلا دو تاست، یا true یا فالس. همیشه هم حرف اولش بزرگ بنویسی. خب بله دیگه true false دیگه، درست غلطی true false میشه بولیان. پس جواب باید به ما بده بولیان هم مخفف داره، مخففش بوله. اینجا نوشتم براتون، گفتم پرینت میکنه کلاس بول، اینو براتون مینویسه. بریم پرینت کنیم ببینیم چی به ما میده. من این سه خط رو با هم یه جا ران بگیرم با کنترل شیفت اینتر دیگه. 300 بار گفتم کنترل شیفت اینتر. بله کلاس بولیان. بعد میگم پرینت کن تی و f، جمله تی و f و زمانی درسته که جفت ادعاها درست باشه. چون جفتش درست نیست پس این ادعا دروغه و باید جواب بده فالس. احسن. تی or f، میگه تی یا f، زمانی یا درسته، جمله‌ای که یا دارد زمانی درست است که حداقل یکی از اون دوتا ادعا درست باشد. تو لباست سفیده یا آبی. اگه یکی از حدسای من درست باشه کافیه. چه میدونم میوه مورد علاقه تو چه میدونم پرتقاله یا سیب، یکی از چیزایی که من گفتم هم درست باشه کافیه. چون دارم یا میگم کنترل شیفت اینتر رو میزنم، چون تی ما درسته و اف ما غلطه پس میشه درست. چون یکیش هم جواب میداد کافی بود که بله جواب همینو داده. نات تی، میگه تی رو چیکار کن؟ برعکس کن. تی ما چی بود؟ گزاری ما، جمله ما تی جوابش بود درست. پس وقتی میگم ناتش کن یعنی برعکسش کن، پس میشه غلط. ببینیم تی چه میشود؟ نات تی در واقع بله غلط، فالس. میگم تی مخالف است با f، یعنی تی برابر نیست با f. خب برابر نیست یعنی چی؟ این true این false. آره دیگه، مثل هم نیست، مخالف همن، متضاد همن، در مقابل همن، برابر نیستن. پس جواب این هم میشه چی؟ درست. این ادعایی که داره، این جمله خبری که گفته، گزاری که گفته، شرطی که گفته درسته. میگه اینا با هم برابر نیستن آقا. خب برابر نیستن دیگه، واضحه. من جوابهای مورد انتظارتون رو نوشته بودم، میخواستم خودتون در واقع چیز بکنید، حالا حساب بکنید که من اومدم اینجا خودم براتون ران گرفتم. خب بگذاریم برای جلسه بعد بچه‌ها من میخوام استرینگ ها رو بگم. فکر کنم برای امروز کافیه و بعدش هم حالا دوباره ادامه بدیم مباحث رو. خیلی مبحث زیاد داریم برای گفتن، اصلا جای نگرانی نیست. اصلا عجله نکنید و خیلی خوبه تا همین الان هم پیش اومدید. تبریک میگم بهتون، دارین از تایمتون خیلی خوب استفاده میکنید. مطمئن باشین جای نگرانی نیست. با من پیش بیاین، به نقطه خوبی براتون شما رو میرسونم. من 4 سال به طور مستمر دارم در واقع تدریس میکنم، میدونم چجوری باید تدریس کنم. با این رنج سنی بسیار کار کردم و دیگه حالا همونطوری که ممکنه بعضیاتون هم من رو بشناسین بعضی هم آشنا نیستین، من خب ریاضیات رو به طور کلی درس میدم و حالا به خوبی مشکلات بچه ها رو توی این زمینه میشناسم. اعتماد بکنید، پیش بیایم، به نقطه خوبی میرسیم.
موفق باشین. سابسکرایب یادتون نره، به دوستاتون معرفی کنین منو. هر سال داشتین توی کامنت های همین ویدیو حتما لطفاً بپرسید، نیاین سراغ جای دیگه. من این فایل در واقع IPYNB و این فایل هایی که درس میدم رو به مرور توی کانال تلگرام میذارم. کانال تلگرامم کجاست؟ توی بیو چنل یوتیوب. پس برو چنل یوتیوب من بیو رو باز کن، صفحه اصلی بیو رو باز کن، اونجا لینک کانال تلگرام هست، میتونی جوین کانال تلگرام شی. حتما این کارو بکن و میتونی فایل ها رو اونجا داشته باشی. خواستی با من در ارتباط باشین، هر جایی پیام بدین اوکیه، ولی قول نمیدم سریع جواب بدم. تلگرام، واتساپ، چون اینستاگرام، هر جایی. ولی ترجیح من اینه که زیر ویدیو هر جلسه برام کامنت بذارین، چون اولویت اینه که اول میام یوتیوب رو باز میکنم ببینم کسی سوال پرسیده، بعد میرم سراغ پلتفرم‌های دیگه که من بیشتر استفاده شخصی میکنم. موفق باشین.